طایر سفر شما را از استودیوی رادیو آزادی از پراگ همراهی میکنم. در ابتدا نگاهی به عنوان چندی از خبر و گزارش‌های برنامه. امر مقامات بر ضرر مردم، دستور بالا بردن قیمت اینترنت و گفتگوهای تلفنی در تاجیکستان ساکنان را ناراضی کرده است. اوزی راستی گپ همین کار میکنه، اما اون پول دامو سیم کارتون میروه در نمره چیو اگر بناپارتو میگیرن رسش میکنه، نه گپ زدن میتونی نه زنگ زدن میتونه. خویشاوندان جوانی که ملکه صاحب نظر را در مرکز دوشنبه لطوکوب کرد میگویند اکنون معلوم نیست سرنوشت ازدواج آنها چه میشود. با گرفته در بagaژ اول مانده و با استر هایکره با گرفته در کابین مانده با گرفته برده خانه جان سپاریده. 35 سال عمرش را با خطکشانی سپری کرده است و نمیخواهد از این کار دست کشد. مردم را مژده‌رسان مینامند و کارش را همیشه تعریف میکنند. فرزندشون 6 سال 8 سال به یارو ندیدین و بگه بچه من زنده بوده است، هزار بار شکر که من شما به دست اومده مکتوب آوردیم. تفصیل خبرها. شراف‌الدین گدایف یکی از مخالفان دولت تاجیکستان که از دوشنبه به هلند برگشت میگوید بیانیه‌های مقامات درباره بازگشت اختیاری او به دوشنبه دروغ است، چون او را از روسیه ربوده به تاجیکستان بردند. شراف‌الدین گدایف که روز 2 مارس به اروپا برگشت با نشر یک بیانیه ویدیویی گفته است حکومت هلند و حامیان حقوق سپاسگزار است که او را از اسارت آزاد کردند. شراف‌الدین گدایف بعد از قتل رهبر گروه 24 عمر علی قواتوف مدت رهبری این گروه را بر عهده داشت. او از قتل عمر علی قواتوف در بیانیه ویدیویش هم خاطر نشان کرد که 4 سال پیش او را در روز 5 مارس سال 2015 در ترکیه کشتند. رادیو آزادی در همین روز با قمرنیسا حفیظ و همسر قواتوف که در کانادا پناهنده است صحبت کرد و او گفت شبهه دارد که همه قاتلان شوهرش را پیدا کرده باشند. نفری که پراندگی است میگن آزاد است، شهروند تاجیکستان است. هر نفری که در قضیه دست دارن همه شهروندای تاجیکستان هست. 6 نفری که دست داره نام و روی خطاشون هسته. این نام را ما در ترکیه وکیل دارم، در امو سودوی که شدگی وکیل ما اشتراک کردگی هسته. عمر علی قواتوف روز 5 مارس در شهر استانبول از ضربه تیر تفنگ به هلاکت رسید. یکی از دوستان او را برای دست داشتن در این قتل در ترکیه به زندان محکوم کردند. و بینندگان عزیز، رقم مخصوص ما در وایبر و واتساپ همانا در خدمت شماست. اگر میخواهید خبر و عکس و نوارتان در برنامه خبری رادیو آزادی نشر شود، پس با ما تماس بگیرید. شماره تلفن ما +420 724 056 681. در صورت دریافت مواد ما حتما با شما تماس میگیریم. چندی از ساکنان تاجیکستان میگویند امر خدمات ضد انحصاری برای بالا بردن قیمت استفاده اینترنت و گفتگوهای تلفنی امری درست نیست، زیرا بر ضرر مردم می باشد. بر اساس این امر که روز 4 مارس صادر شد، قرار است قیمت اینترنت و گفتگوهای تلفنی از آخر همین ماه بالا برده شود. شادمان یتیم نظر مردم و وکیلان مردمی را در همین باره پرسید و چنین گزارش می‌دهد. بر طبق یک سند خدمات ضد انحصار تاجیکستان، نرخ صحبت‌های تلفنی و اینترنتی بالا می‌روند. 1 گیگابایت اینترنت که حالا 3 سومانی است، نه کمتر از 50 سومانی می‌شود. با فهمن آدمای نداشتگی را که همینا میوبن نمیوبن پول چند قبلا قدم و دقیق می‌شود. نرخ 1 دقیقه زنگ وارداتی از خارج به تاجیکستان 94 درم یا معادل 10 سنت آمریکایی و نرخ 1 دقیقه زنگ از تاجیکستان به خارج 1 سومانی مقرر شده است. تا حال نرخ این خدمت رسانی از 20 تا 40 درم بود. اوزی راستی گپ همین کار میکنه، اما اون پول دامو سیم کارتون میروه در نمره چیو اگر بناپارتو میگیرن رسش میکنه، نه گپ زدن میتونی نه زنگ زدن میتونه. نرخ اینترنت و صحبت‌های تلفنی در تاجیکستان در حال گران می شود که ساکنان از سرعت و صفت پست آن شکایت می کنند. یک تشمن مکه 1 سال شد از شاتون سون گذروندن نمیتونه. برای میگذنه پگاه نیست، امروز میگذنه پگاه نیست. برای خیلی ارزون ترش کنن، شرایط نداریم، فرزند داریم و بچه‌ام برای روسیه گپ میزنه، به شوهرام گپ میزنه، همین شرایطی گپ زدن نیست. برخی از وکیلان پارلمان تاجیکستان هم قرار خدمات ضد انحصاری تاجیکستان را تنقید کردند. گفتند هنگام نرخگذاری باید وضع زندگی مردم را به نظر می گرفتند.
از آن جمله خدمات ضد استعاری را باید کمیته انرژتیک و کمیونیکاسیونی وزارت مجلس نمایندگان مجلس عالی دعوت نموده سبب‌های زیاد شدن نرخ آن را یا اینکه طلبات امروزی جمهوری تاجیکستان همین را طلب می‌کند باید دیده برآمده. برای امروز مردم جمهوری تاجیکستان بعضاً به کیسه آنها به حیات اجتماعی آن تاثیر منفی رسانده، باعث به وجود آمدن ناراضی گردیدنش هم ممکن است که این در شرایط امروزی جمهوری تاجیکستان مشکل‌های زیاد را به وجود آورده نشد. فرمان بلند کردن نرخ اینترنت و صحبت‌های NGN به غیر از شرکت تاجیک تلکام، اداره وابسته به خدمات علاقه به همه شرکت‌های دیگر مخابراتی ربط دارد. منتقدان میگویند با چنین شیوه نرخگذاری مقامات می‌خواهد صف مشتریان تاجیک تلکام را افزوده از این طریق فایده بیشتر ببیند. میگویند وضعی نچندان خوبی شرکت‌های موبیلی باز هم سنگین‌تر خواهد شد. شادمان یتیم، میرزا نبی خالقزاد، آزادی دوشنبه. بحثی داغ درباره لطوکوب بیرحمانه یک دختر در مرکز دوشنبه هنوز هم فرو ننشسته است و خویشاوندان جوان خورشید عزیزوف میگویند اکنون نمیدانند سرنوشت او چه میشود. خورشید عزیزوف ساکن محله لوچوب در کنار دوشنبه حالا در بازداشتگاه است و منتظر است پروندهش به دادگاه برود. همکاران ما در دوشنبه روز 5 مارس به خانه والدان خورشید عزیزوف رفتند و درباره رفتار او پرسیدند. گزارش را همراه می‌بینیم. همین دیسکوتک تا ساعت 12 هم ممکن بوده، اینو تا ساعت 3 در همونجا هم خیلی نغمه بازی کردن و همونجا کشوکش کردن. با گرفته در بگاج اول مانده و با استر های کرده با گرفته در کابین مانده با گرفته برده خانه جانده سپاریده. بیبیش درباره نغمه بازی خورشید عزیزوف صحبت می کند که معشوقش ملیکه صاحب نظرова را در مرکز دوشنبه بیرحمانه لطوکوب کرد. بعد نشر ویدیوی آن در فیسبوک مأموران ملیسا خورشید را بردند. 3 ماشین ملیسا آمده، نیمش در اوسنیره نیمش در ایسنیره دور آمدن و همه کشاله کردن گرفتن. بیبیش میگوید قرار بود خورشید عزیزوف و ملیکه صاحب نظر و به زودی ازدواج کنند، ولی اکنون تقدیرشان معلوم نیست. به خورشید جریمه بزرگ و حتی زندان تهدید میکند. معشوقش حاضر است در آنجا هم با او باشد. یگان جزا نگیره. اگر قانون جزا دادنی باشه مرا در قانون جوابگر میشه. مرا میرم 5 سال مشینه میشه. خورشید در این خانه در محله لوچوب نیمه یتیم و در خانه امکش بزرگ شده است. امک خردی از او پسر خوب نام میبرد ولی رفتارش با ملیکه را قبول ندارد. رفتارش البته هم درست میگه، درست نیست رفتارش. همسایه ها گفتند که خورشید در گذشته هم ملیکه را در نزد خانهشان لطوکوب کرده است. رفتار او دیگر باره مسئله زوراوری به زن در تاجیکستان را به مطبوعات کشید. ظهورات فراگیری که به گفته حامیان حقوق زن در تاجیکستان نادیده میگیرند. و بیننده ارجمند، در این فرصتی برنامه شما را به تماشای سلسله گفتاری ریگی آمو دعوت میکنیم که در کانال آزادی ویدیو در یوتیوب و هم صفحه رادیو آزادی آزادی.org نشر شده است. این زمان گفتگوها با مؤلف برنامه عباسی جوادی هست که به سوالهای شما درباره برنامه جواب داده است. پس فردا در تاجیکستان روز مادر را تجلیل میکنند، روزی که در زمان شوروی به حیث روز بین المللی زنان تجلیل میشد و حالا هم در دیگر کشورهای جهان چنین جشن گرفته می شود. در این روز بیشتر درباره حقوق زن و مقام بانوان در جامعه صحبت میکنند و در آستانه این روز همکاران ما سروناز روح الله و شعلای عبدالله به سراغ زنی رفتند که 35 سال است خطکشانی میکند. هر روزی майрам шоҳмаҳмадова با расонидани номаву барқияҳо ва маҷаллаву рӯзномаҳо ба сокинон шурӯъ мешавад. ӯ барои ин кор 35 соли умри худро бахшидааст. برادران وقتی که در армия буданд аскарида буданд мактубошонро меовардам. чихел модарам хурсанд мешуд ба онҳо кулча пулча медод бироварда сев медоданд ха мевагиҳо медоданд. ман ҳавас мекардам ки худо манам пошталион шавам. гуфта ким ягон малоика омин гирифта буда. бо вуҷуди монеагузориҳои шавҳару хонавода, камранг шудани кори почтаи тоҷик ва маоши ночиз, ин зани хаткашон тарки пеша кардани нест.
بریم در بدر مردم نگرد گفته چقدر تو در بدر مردم میبری گازت خط تقسیم میکنی من در محقول نیست میگفت بسیار شوهرم میگفت شما در محقول من در محقول همه وقت رنگ یک بهار برین یک نوروزی برین یک چیزی خوبه برای من همین کارم. майрам ин ҳама солҳо ҳодисаҳоеро шоҳид шудаву он рӯзҳоеро дидааст ки номаҳои расонидаи ӯ хонаводаеро мотамзада ва ё оилаи дигарро хушҳол мекард. фарзандашон 6 сол 8 сол ба ёро надидиянд ва мегӯяд э бачаи ман зинда будааст ҳазор бор шукр ки мана шумо будастену омода мактуб овардем. хонум шоҳмаҳмадова мегӯяд чун вазифаи аслии ӯ бурда расонидани номаву барқияҳо ба соҳибонаш аст, новобаста аз ҳавои гарму сард ба хаткашонӣ машғул мешавад ва рӯзона даҳҳо километр роҳро пиёда тай мекунад. мактубо аз солдатҳо мана баъзе вақт мебиёд 10-15 та мебиёд кам мебиёд. ҳоло бо рушди фанновариҳои нав ва густариши интернет кори почтаи тоҷик камранг шуда вазифаи асосии имрӯзаи хаткашонҳо танҳо аз расонидани мактубҳо ба мақомот аз қабили додгоҳ, додситонӣ, кумитаи андоз, ирсоли маблағ ба маҳбасхонаҳо ва тақсим кардани рӯзномаву маҷаллаҳо иборат аст. аммо майрам шоҳмаҳмадова мегӯяд ҳанӯз ҳам ирсоли номаҳо аз хориҷи кишвар кам нестанд ва аксари онҳое ки волидони солманд доранд мактубҳои худро аз тариқи почта мефиристанд. германия мактуб мебиёруман бо ҳастаи якта ҳамсоямонда нидерланде мебиёрад духтараш байда мактубу хат менависа. бо ин ҳама ин зани хаткашон бовар дорад ки аз 101 нафар омадани ӯ ва овардани номаеро аз пайвандонаш интизор аст. یک سال بعد مسابقات قهرمانی فوتبال آسیا میان جوانان تا 23 ساله برگزار می شود و حال تیم تاجیکستان به این بازی ها آمادگی می گیرد. مربیان تیم میگویند امیدوارند بازی خوب نشان میدهند و مخلصانشان را در تاجیکستان شاد میگردانند. نزلای لطیف و امرالدین عالم به میدان آمادگی فوتبال بازان جوان تاجیک در دوشنبه رفتند. دسته منتخب المپی فوتبال تاجیکستان با مسابقات انتخابی قهرمانی آسیا میان فوتبال بازان زیر 23 ساله که از 22 تا 26 مارس امسال در شهر تاشکند ازبکستان برگزار می‌گردد آمادگی می‌بیند. فعلا فوتبال بازان جوان تاجیک تحت رهبری سرمربی عثمان تاشف متخصص ازبکستانی در میدان احتیاطی ورزشگاه مرکزی شهر دوشنبه تمرین می‌کنند. فوتبال بازان جوان تاجیک شب 5 مارس برای برگزار نمودن یک چند بازی دوستانه به شهر دبی امارات متحده عرب سفر می نمایند. برای بازی سنجشی مقابل تیم امارات به هیئت دسته منتخب المپی تاجیکستان 22 بازیگر، 2 دروازه‌بان، 8 حمایتگر، 9 نیم حمایتگر و 3 حمله‌گر دعوت شدند. در مرحله انتخابی قهرمانی آسیا منتخب المپی تاجیکستان در گروه خود با دسته‌های المپی هندوستان، پاکستان و ازبکستان رقابت می‌کند. سرمربی دسته می‌گوید درباره رقیبانشان از پاکستان و هندوستان معلومات کافی ندارند، اما دسته ازبکستان را خوب آموختند. ҳамаи дастаҳое ки дар марҳилаи интихобӣ иштирок мекунанд танҳо бо як мақсад ба марҳилаи ниҳоӣ баромадан вориди майдон мешаванд. бинобар ин мо бо ҳар яки онҳо ҷиддӣ ва эҳтиромона муносибат мекунем. عثمان تاشفی 53 ساله در شهر بخارا تولد شده است. در هیئت دسته‌های مختلف ازبکستان و باشگاه‌های خارجی بازی کرده است. از سال 2000 به کار مربیگی گذشته، همچنین به حیث مشاور IFK و فیفا به بسیار کشورهای جهان سفر کرده است. با فدراسیون فوتبال تاجیکستان قرارداد 1 ساله به امضا رساندند. و یک ساکن ولایت بدخشان را در شبکه‌های اجتماعی از سری وقت پاکیزه نشدن کوچه‌های خاروخ خبر داد و 600 سومانی جریمه شد. مقامات ولایت روز 5 مارس در صحبت با رادیو آزادی گفتند ادریس جان محمدوف در حق کارمندان اداره کمونالی خاروخ معلوماتی نادرست داده است و برای همین جزای مأموری گرفت. و خوب رسیدیم به پایان برنامه امروز. برای همراهیتان بسیار سپاسگزارم. اخبار و گزارش های بیشتر را می توانید در وبسایت azadi.org بخوانید و هم در کانال آزادی ویدیو در یوتیوب تماشا کنید. تا دیدار در برنامه دیگر.